چی بود جریان؟ من بگم؟ بله لطفا. آقا ما 12 نفر آدم اینجاییم، 11 نفر آدم دارن میگن اون آقا خیانت کرده، فقط بیاد قبول کنه. قبول که نمیکنن هیچ. الان میگن بی احترامی. من اومدم جفتشون هرچی از دهنشون در اومد به من گفتن مشتم زدن تو سینه من، برید نشون بدن ببینید. بازم من چیزی نگفتم، در صورتی که ببخشید میتونستم خیلی کارا کنم. آقا همه ما میگیم اگر یه رابطه، من با این خانم تو رابطه ام الان، اوکی، میخوام برم یه کاری کنم، هر کاری که میخوام بکنم که به این خانم داره لطمه، اگر قراره وارد بشه من این رابطه رو تمومش میکنم، بعد وارد یه راه جدیدی میشم. نمیتونم که وایس 4 روز پیششو گذاشته، 6 روز پیششو این خانم گذاشته میگه اصلا 2 هفته نبوده ما دیدیم بود. اصلا بابایی من اینجا فقط واسه بازی اینجام و این رابطه الکی، من برم بیرون تمومش میکنم. بعد میام میگیم آقا شاهین ما که نمیتونیم وایسا بگیم که، میگیم آقا شاهین ما وابسته به چیزایی که دیدیم این درست نیست. فقط هم دکتر گفتش که فقط شما لازم اینجا عذرخواهی کنی، بگی آقا من قبول میکنم و نمیکنن این کار.